یک دقیقه بیست ازور دیدی شتنی را ته کدگی بجیلا کی پای جای نسکی پوشیدگی правильно ایشم همین خیلی ولی را بعضی برادرای ما نمیدونن حضرت ابو هریره روایت میکنه و یکی پیامبر صلی الله علیه و سلام فرمود هر انسان میگه اگر بجلاکش همین بجلاک پوش مقصد پوشوندگی باشه با ازورش میگه بلوش پوشوندگی باشه باید در آتش دوزخ میسوزه میگه حدیث صحیح بخاری در روایت شده 57 80 اگر خطا نکنم جمله می نویسم بدون با چشم خودت بخون ببین فهمیدی مثال صحابه پیامبر خودش مثال پوشان مثال چی بعد یک دیگه برده نسکی پوشیدگی نسکی محکم که دیگه هیچ کار نمیکنه نه که نشتنی که بالای این باید مثال ته کدگی باشه این سنت ای برای چی ما وقتی که جای غشت میدریم حاجت خانه میریم مثال یگون جای غلای پای میریم بعد میورداریم پامونا نه اخی سنتش همینه که باید ورداشته بگردیم خب بگردیم مثال ورداشته باشی بگردی عمل الله دوست میداره پیامبر ما گفته که سنت ای اینا بسیار برادر اهمیت نمیتونه که اهمیت این برادر عزیز فهمیدین باید زنها دم کسات نداره این حدیث فقط مردکو دا زنها باید محکم باشه اما مردها باید مثال ورداشتگی باشه فهمیدین برای همین سنت پیامبر فکر میکنم ان شاء الله استوریس هم کنی اگر اون کامنتاری خوب هم بنویسی نور علی نور میشوه سلام علیکم و رحمت الله عمل کنید